چند توصیه به طالب علمان علوم شرعی. نظام داشتن نه تنها اصول درست زندگی است، بلکه شرط اساسی برای رسیدن به کامیابی است. تا آن دمی که خود را در رژیم استوار و رعایت شونده نگاه نداری، به هدفهای خود نمیتوانی برسی. در راه رسیدن به هدف برای طالب علمان یا برای شخصانی که میخواهند قرآن را حفظ کنند، در این زمان مانع اساسی تلفن است. تلفن برای دانشجو اسبابی ضرور است، بله، ولی نه در آغاز تحصیل. در مرحله های بعدی باید استفاده شود و آن هم در دایره ضرورت و خیلی محدود. در آغاز تحصیل در 4-5 سال اول خود را به یک چند فن مشغول مساز. در این مرحله در یک وقت 5-6 فن خواندن غلط است. تا وقت علم های وسایل یعنی لغت عربی، صرف، نحو و بلاغت، اصول فقه، اصول حدیث را از خود نکرده باشی، در علم های مقصود مثل عقیده، تفسیر، حدیث و فقه نمیتوانی به مقصد برسی. طرز درستی آموزش احکام شریعت یعنی علم فقه، خواندن از طریق آموختن یکی از 4 مذهب‌های معتبر فقه است. اگر با یکی از این مکتب‌های فقهی با آموختن اصول و فروعش نگذشته باشی، هرگز در فقه دانش صحیح و استوار حاصل کرده نمی‌توانی. مذهب‌های 4 گانه فقهی تنها منبع‌های احکام نیستند، بلکه مکتب‌های علمی میباشند که متد درستی فهم قرآن و حدیث را به طالب علم می‌آموزند. هر قدر طالب علم در علم صرف، نحو و بلاغت قوی تر گردد، در فهم قرآن و حدیث نظرش عمیق‌تر می‌گردد. هر طالب علمی که بدون آموزش کافی علم‌های وسایل، صرف، نحو و بلاغت به علم‌های دیگر رو می‌آورد، دانش استوار و با اعتماد به دست آورده نمی‌تواند. درس کم ولی پیوسته بهتر از درس‌های زیادی قطع شونده است.